عجب شهری دلارایی دوشنبه، خیالم زیبی دنیایی دوشنبه. شدم سرسبز در آغوش گرمت، چو دل در سینم جایی دوشنبه. چنین مصرع‌های پرتأثیر و جاذبه‌دار به قلم شاعر خوشگفتار و توانای تاجیک استاد باقر رحیمزاده تعلق دارد. اگرچه از ایجاد این نگاشته ها چندین ده ساله سپری شده باشد هم خوشبختانه تا کنون هیچ اهمیت و ماهیت خود را از دست نداده و برعکس این شعر دلنشین و ماندگار که دوشنبه نازنین را شهر دلارا و زیب دنیا به قلم داده است ورد زبان عام و خاص است. واقعا باعث ستودنی است که در حاشیه این برنامه از برگزاری یک قطار چاره‌بینی‌های فرهنگی فراغتی، نمایش هنرهای مردمی و طعام‌های ملی در باغ‌های دوشنبه شهر حرف بزنیم. چون عنعنه باغ‌های فرهنگی و فراغتی شهر دوشنبه مکان برگزاری نمایش فروش محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی کشاورزان و باغداران و هنرمندان و فرهنگیان شهر و نواحی کشور گردیده است. در اساس نقشه چاره‌بینی‌های دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، انتهای هفته سپری گردیده نیست نمایش فروش محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی در باغ‌های دلارای کودکان، جوانان و ابوالقاسم فردوسی شهر دوشنبه از جانب نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر ترسونزاده، نواحی جبار رسولوف و جیهون ولایت ختلان راه اندازی گردید. در نمایش فروش محصولات کشاورزی که از جانب کشاورزان و باغ و تاکپروران شهر ترسونزاده در میدان باغ کودکان صورت گرفت، رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر ترسونزاده و ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه اشتراک نموده از نمایش فروش محصولات تر و تازه کشاورزان و خواجگیداران و باغداران و زنبور اصل پروران شهر ترسونزاده دیدن نمودند. در اساس دستور راهبری دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امروزها در شهر دوشنبه روزهای شهر و ناحیه‌ها در پایتخت کشور عزیزمان برگزار شده ایستاده است و امروز مردم زحمت پیشه شهر ترسونزاده در این چاره‌بینی اشتراک دارند و چاره‌بینی امروزه از نمایش فروش محصولات کشاورزی که به خاطر معتدل نگاه داشتن بازار استعمالی پایتخت نگرانیده شده است آغاز گشت و امروز زیاده از 20 تن محصولات کشاورزی برای نمایش فروش به ساکنان و مهمانان پایتخت پیشنهاد کرده شد. هدف از برگزاری این چاره‌بینی پیش از همه باز هم مستحکم نمودن دوستی و وحدت ساکنان مملکت می باشد. ما امروز کشاورزان شهر ترسونزاده محصولات‌های منمی کارتوشکا، پیاز، سبزی، بادرینگ، پامیدور، تخم، گوشت، کرم و غیره تمام محصولات‌های کشاورزی در شهر ترسونزاده استحصال میشه. محصولات‌های کشاورزی را در شهر دوشنبه در مردم دوشنبه پیشکش نمودیم که با نرخ‌های ارزان. شهر ترسونزاده در برابر شهر صنعتی بودن همچنین منطقه کشاورزی و باغ و تاکپروری است. کیهاست که این گوشه زیبای وطن با میوه‌های شهدبار و سبزوات تر و تازه‌اش چون دیگر منطقه‌های کشور شهرت خاصه دارد. اقلیم شهر ترسونزاده برای کشت و کار پخته، سبزوات و باغ و تاکپروری مساعد بوده دهقانان شهر می‌کوشند در همه سمت‌ها به دستاوردهای نظررس نائل گردند. شهر ترسونزاده شهر اگروصنعتی است. دهقانان شهر ترسونزاده، کشاورزان شهر ترسونزاده در استحصال محصولات کشاورزی بسیار موفق هستند. خصوصا انگور شهر ترسونزاده امروز مشهور دنیا گشته است و این همه برکت و این همه فیض و فراوانی از فیض استقلال است پیش از همه و همین فیض و فراوانی رو ما کوشش میکنیم که با هر یک ساکنی مملکت رسانیم. هر یک دسترخوانی هر یک ساکنی مملکت همین فراوانی زمین‌های کشاورزی شهر ترسونزاده در روی دسترخوان هر یک ساکنی مملکت باشد. در نمایش فروش محصولات کشاورزی با نرخ‌های نسبت به بازار ارزان پیشنهاد ساکنان و مهمانان پایتخت گردید. مهمانان و ساکنان شهر دوشنبه با استفاده از چنین اقدام پیش گرفته محصولات نیاز خود را با نرخ‌های دسترس خریداری نمودند. کشاورزان شهر در این چاره‌بینی زیاده از 14 نامگاه محصولات کشاورزی
محصولات را با نرخ‌های ارزان آورده دسترس ساکنان پایتخت گردانده شدند. در حقیقت نرخ نوایی که در محصولات گذاشته شدند 20-30% نسبت بازارهای شهر دوشنبه ارزان میباشد. ما کوشش کردیم که برای باز هم پول نمودن دسترخوان مردم شهر دوشنبه باز همین چاره‌بینی رو تشکیل نمودیم و با نرخ‌های ارزان محصولات را پیشکش ساکنان گردانده شد. در حقیقت در این یارمارک فروش محصولات کشاورزی ساکنان پایتخت به نهایت زیاد آمده بودند. در قسمت دوم روز از جانب اهل هنرمندان و ایجادکاران بخش فرهنگ شهر ترسونزاده چاره‌بینی زیبای فرهنگی و فراغتی با برگزاری نمایش هنرهای مردمی صورت گرفت. پیش از آغاز چاره‌بینی فرهنگی حاضرین از دستاوردهای ساکنان این شهر صنعتی و اگراری کشور دیدن نمودند. هنرمندان چیره‌دست شهر ترسونزاده در یک گوشه باغ فرهنگی فراغتی کودکان ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه نمونه هنرهای خود را نمایش داده بودند. سپس از جانب اهل فرهنگ شهر ترسونزاده بهر بالیده خاطری ساکنان و مهمانان دوشنبه شهر برنامه رنگین فرهنگی فراغتی برگزار گردید. ضمن افتتاح چاره‌بینی فرهنگی فراغتی مسئولین سخنرانی نموده از صلح و وحدت و ثبات سرتاسری تاجیکستان و دستاوردهای بی‌نظیر آن سخن گفته ابراز داشتند که جمهوری تاجیکستان در مدت کوتاه به کامیابی‌های عظیم نائل گردیده است و در جهان معاصر مقام خود را پیدا کرده است. محض این گونه چاره‌بینی‌ها و جمع‌آمدها از آرامی و صلح و ثبات کشور عزیزمان گواهی می‌دهد. برنامه فرهنگی با دستگل شعر و ترانه‌ها که محتوای آن وصف کننده صداقت و وفاداری به ارزش‌های ملی بود، خاطر حاضرین را شاد نمود. برنامه بسیار رنگین کنسرتی امروز پیشکشی ساکنان پایتخت گشت که واقعا برای فراغت و استراحت ساکنان و مهمانان پایتخت سازگار است. کشاورزان شهر ترسونزاده، مردم فرهنگ دوست شهر ترسونزاده همیشه آماده هستند که در چاره‌بینی‌های بسیار سطح بلند پایتخت کشور عزیزمان اشتراک کنند و در آبادی و زیبایی پایتخت عزیزمان سهمگزار باشند. میدان اساسی باغ فرهنگی فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه را نیز کشاورزان ناحیه جیهون ولایت ختلان در اختیار داشتند. جیهون یکی از ناحیه‌های اگراری مملکت حسابیده شده سهم کشاورزان و خواجگیداران آن در تأمین امنیت آذوقه‌واری نظررس می باشد. حاصل میدان‌های کشت این ناحیه محصولات تر و تازه کشاورزی پیوسته به بازارهای مملکت از جمله بازارهای شهر دوشنبه برآورده می شود. در اساس نقشه چاره‌بینی‌های دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با اشتراک راهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه جیهون و ناحیه فردوسی شهر دوشنبه در باغ فرهنگی فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی پایتخت نمایش فروش محصولات کشاورزی ناحیه جیهون برگزار گردید. در نمایش فروش محصولات کشاورزی با نرخ‌های نسبت به بازار ارزان پیشنهاد ساکنان و مهمانان پایتخت گردانیده شد. از ناحیه جیهون 75 تonna محصولات کشاورزی با نمایش و فروش گذاشته شده است. ناحیه جیهون یکی از ناحیه‌های اگراری جمهوری تاجیکستان به حساب می‌رود. این سال خواجگی دهقانی قلمرو ناحیه جیهون در سمت سبزیجاتکاری میدان 3700 گکتار کشت سبزیجات گذراندند. 170,000 تonna استحصال سبزیجات استحصال کرده شد. در نمایش فروش کشاورزان ناحیه جیهون برای مثال یک دانه تخم با نرخ 70 دیرم، پیاز 1 سامانی و 50 دیرم، کارتوشکا 4 سامانی، پامیدور 3 سامانی، بادرینگ 4 سامانی، کرم 2 سامانی، سبزی 2 سامانی، تربوز و خربوزه 10 سامانی، قلمفور بلغاری 2 سامانی و 50 دیرم به فروش برآورده شد. ساکنان ناحیه فردوسی پایتخت از تشکیل نمایش فروش محصولات کشاورزی از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه جیهون اظهار خوشحالی نموده
محصولات نیازی خود را با نرخ‌های دسترس خریداری کردند. نرخ محصولات کشاورزی نسبتاً به بازار ارزان‌تر و دسترس می‌باشد. ما امروز آمدیم در این باغ خیلی زیبای ناحیه فردوسی که در اینجا یارمارک فروشی محصولات خواجگی قشلاق از ناحیه جیهان آوردند. خیلی میوه‌های تر و تازه و پالیزی خوب. برای همین اگر که یک از نام تمام همی آدمایی که در این باغ هستند به اهل زحمت ناحیه جیهان تشکر گویی می‌ارزد. در این روز صحن باغ فرهنگی و فراغتی جوانان ناحیه سینای شهر دوشنبه را نیز نمایش مال و محصولات کشاورزان، هنرمندان و رسامان و ورزشکاران و بانوان چیره‌دست ناحیه جبار رسولوف ولایت سوخت باز هم زیبا و نظررباتر نموده بود. این چاره‌بینی از جانب هنرمندان ناحیه جبار رسولوف زیاده از 30 نمود هنرهای مردمی که با مهنت دستی خود ایجاد کردند و آفریدند به نمایش گذاشته شدند. این چنین محصولات‌های کشاورزی که در ناحیه جبار رسولوف فراوان است به نمایش فروش پیشنهاد گردیدند. ساحه صنعت و ساختمان ناحیه جبار رسولوف نیز در این چاره‌بینی حصه باسزای خود را گذاشته محصولات‌های استحصال کرده خود را پیشنهاد مردم کرده ایستادند. اشتراکداران چاره‌بینی از نمایش فروش محصولات کشاورزی و هنرهای ملی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه جبار رسولوف دیدن نموده به خود تأثیرات نیک برداشتند. اینجا بازی‌های گوناگون ورزشی از قبیل بندکشی و گشتنگیری، شطرنج و شاهمات نیز به نمایش گذاشته شد. به عنوان هنرمندی ناحیه جبار رسولوف انواع گوناگون خوراکواری را که محصول دستان ماهر آنهاست پیشنهاد ساکنان و مهمانان دوشنبه شهر نمودند. از دیدن این شهر زیبا باور کنید یک راحت و استراحت کردیم و بخصوصا در باغ استراحتی فرهنگی جوانان که در مرکز دوشنبه قرار دارد. این یک عنعنه خوب است که امروز به ناحیه ما مشرف شد تا دستاوردهای خودمان بخصوص دستاوردهای جوانان را ما توانیم به مردم زحمتکش دوشنبه و مردم بسیار برومند و فرهنگی دوشنبه پیشکش نماییم. از سیر و سیاحت این نمایش به همگان معلوم می‌گردد که دستاوردهای ناحیه جبار رسولوف چه در ساحه تکنولوژی، چه در ساحه نانپزی، چه در ساحه دوزندگی، چه در ساحه کندکاری با چوب که امروز بسیار طلبات زیاد دارد برای اون که ما باید تاریخ گذشتگان زنده داریم و چه در ساحه ورزش. ناحیه جبار رسولوف خیلی ورزشکارهای دارد که در سطح جهان اونها را میشناسند و مثل کامرانشاه استاپیریان، فریدون عادلوف، رجبوف و مثل کریموف باعث افتخار است و شکرانه باید کرد. همه این دستاوردهایی که امروز مردم زحمتکش ناحیه جبار رسولوف با آن موفق شدند البته این محصول سابق سالی کشور است. شام باغ فرهنگی و فراغتی جوانان ناحیه سینای شهر دوشنبه در این روز تنتنه دیگر داشت، زیرا هنرمندان بخش فرهنگی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه جبار رسولوف چنین چاره‌بینی خاطرمان را راه اندازی نموده بودند که آن پسند مهمانان و ساکنان و دایره وسیع تماشابینان گردید. خاطررسان می‌شویم که شروع از 1 ایول تا 3 سپتامبر سال روان در باغ‌های فرهنگی فراغتی پایتخت مملکت شهر دوشنبه، شهر و نواحی جمهوری نمایش فروش محصولات کشاورزی، هنرهای مردمی، طعام‌های ملی و برنامه‌های فرهنگی و فراغتی برگزار می‌نمایند. باید گفت که این اقدام با مقصد تأمین ساکنان پایتخت با محصولات تر و تازه کشاورزی و با نرخ نسبتاً ارزان و فراهم آوردن فراغت و استراحت آنها راه اندازی شده می تواند برای پیشگیری از به طور صنعی بالا بردن ارزش محصولات در بازارهای شهر دوشنبه مساعدت کند.